بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس اینجا معبد آمون است. ما امروز در مراسم صبحگاهی بیدار شدن آمون خدای بزرگ مصریان شرکت میکنیم. یعنی آمون خدای بزرگ مصریان دیشب را در خواب بوده؟ آری، آمون و خدایان دون پایه تر از او شبها را استراحت میکنه. اگر شبانگاه بنده محتاج به راز و نیاز با خدای خیش باشد باید چه کند؟ بندگان نیز چون خدایان باید شبها را استراحت کنند. خدایان روزها را برای مراجعه بندگان اختصاص دادند. داخل می رویم.
فقط پیروان آمون و اهالی مصر حق ورود دارند. ورود بیگانه ممنوع است. همه کاهنان پیشتر خود را در نیل مقدس تطهیر کردند. آنها قصد ورود به داخل معبد را دارند. جز کاهنان هیچ کس حق ورود به داخل معبد را ندارد. با آن وسایل آمون را شستشو داده تطهیر می کنند. لباس او را تعویض کرده آرایشش می کنند و خوشبوترین عطرها را به او می زنند و او را برای عبادت بندگان آماده می سازند. یعنی کسی نمی تواند در خلوت خود و یا در جای دیگر آمون را پرستش کند؟ نه، خدایگان آمون را فقط در معبد و در حضور خود او ستایش می کنند. ولی من شنیدم که خداوند در همه جا هست. ای روح بلند خداوندگار ما آمون که به آسمان ها پرواز کرده اینک به شمایل مادی و جسم زمینی خویش بازگرد تا بار دیگر امور بندگان و پرستندگان را در ید با کفایت خویش بگیری. ای خدای بزرگ آمون کبیر، ای خدای بزرگ آمون کبیر، در صلح و آرامش بیدار شو، در صلح و آرامش بیدار شو.
ای آمون بزرگ، از جوهره و عصاره معنوی این پیشکش ها و قربانی ها تناول نمایید و اونها را برای زمین متبرک کنید. کافی است، بردارید بین کاهنان و مردم تقسیم کنید. میبینی آمون چه زیبا شده؟ چه خوب او را آراستند؟ پرستندگان او زر و زیور او را بر نمی‌دارند؟ نه، کاهنان مراقبند. کسی جرأت چنین کاری را ندارد.
باید اینگونه باشد، وگرنه ممکن است دوست‌ها به آمون دستبرد بزنند. من فکر میکردم آمون از ما مواظبت، ولی اکنون میگویید که آمون نیاز به مواظبت کاهنان و بندگان دارد. چه اشکالی دارد؟ آمون بهترین و مهمترین چیزی است که ما داریم. باید از او مواظبت شود. برکت باد بر شما بندگان من آمون را از استراحتگاه شبانگاهان به اداره امور بندگان بازگشتم. به اراده من صبح دمید و زندگی آغاز شد. بروید برای من که خدای شمایم تلاش کنید. بروید و تلاش کنید که روزیتان را به اراده خویش عنایت خواهم کرد. ببخشید بانو، این آمون بود که سخن میگفت؟ مگر ندیدی؟ چرا دیدم، اما یک سنگ که سخن نمیگوید. آمون سنگ نیست. او روحی است که به این شکل تجسم یافته. مرا ببخشید. آمون خدایی بی نیاز و تواناست. ولی من امروز نیازهای گوناگون او را دیدم. او به استراحت نیاز داشت. او به لباس و زیورالات و شستشو هم نیاز داشت. او حتی برای حرکت کردن به یاری کاهنان نیاز داشت. او توان مواظبت از خود را نداشت. به کمک دیگران نیازمند بود. او به جا و مکان و زن و فرزند و خیلی چیزهای دیگر نیازمند بود. یعنی ما که خود راه می رویم توان پوشیدن، تزیین و شستشوی خود را داریم. از آمون بی نیازترین نیستی؟ در برابرش احساس عجز کردم. او فقط ظاهرش یک کودک است. توان پاسخگویی به بسیاری از سوالاتش را نداشتم. بسیاری از پاسخها برای خودم هم قانع کننده نبود. او بسیار زیرک است. نگران نباش. من او را با خود به معبد برده و همه چیز را به او خواهم آموخت. بی پرده بگویم، او مرا نسبت به آمون به تردید انداخت. پس بگو صیاد خود اسیر صید شد. پس این غذا چه شد؟ آنقدر گرسنه‌ام که میتوانم گاوی را به تنهایی ببلعم. غذا حاضر است علی جناب. پدر کلبه احزان را تمام کرد و به ما اجازه دخالت و یاری نداد. این کلبه احزان من است. کلبه‌ای که مابقی عمر را در آن سپری نموده و در فراق یوسف مویه خواهم کرد و در سر این راه در انتظار بازگشت او خواهم بود.
پدر، شما فکر میکنید برادرم یوسف باز میگردد؟ تردیدی نیست دخترم. ما همیشه باید منتظر بازگشت او باشیم. نمیخواهی یوسف را فراموش کنی؟ چگونه فراموش کنم؟ اگر او مرده بود چند روزی را به سود می‌نشستم و تمام میشد. اما چون نمیدانم که او در چه حال است، مدام از خودم میپرسم که اکنون چه میکند؟ چه بلایی بر سرش آمده؟ آیا در چنگ راهزنان گرفتار آمده؟ در دام برده فروشان اسیر است؟ آیا او را به گناه آلودند؟ سیر است یا گرسنه؟ پوشیده است یا برهنه؟ آرام باشید نبی خدا. چرا این همه خود را رنج می‌دهی؟ غم مرگ عزیزان را کرانه ای هست، اما درد هجران و فراق جاودانه است. گاه این همه من صبر پیشه میکنم و این هجران را به امید وصال در انتظار میمانم. عرابه من آماده است. حتما باید او را با خود ببرید. آری. آمنحتب وصف او را شنیده. او را هم نزد آمنحتب خواهم برد، هم به معبد. فکر میکنم بی نتیجه است. او را کودک تصور نکنید. او چون درختان کهنسال نیست. جوان است و انعطاف پذیر و به سهولت تغییر میکند. با او چه سخن بگویم، عظمت آیین مصر و قداست آن را خواهد شناخت. یوزارسیف جوان ما آماده است؟ برای اطاعت از فرامین عالی جناب پوتیفار آماده. یوزارسیف، عرابه خطرناک است. مراقب خودت باش. اطاعت بانویم. اتفاقی نمی افتد. نگران نباشید. درون عرابه او را کنار خود سوار خواهم کرد. مراقب خودتان هم باشید. سربازان آمون مشتی خودسر، اغتشاشگر و قدرت طلب هستند. این سیلوها متعلق به معبد آمون است. هر ساله بخش اعظم قلعه مصر در اینجا ذخیره می شود. گویی کاهنان سیری ناپذیرند. آن باغ و زنان که می‌بینید به ظاهر متعلق به آمون است. مزارع و احشام متعلق به آمون را قبلا در کنار نیل دیدم. آن حیوانات هم که فربه شدن شکم کاهنان معبد را پر می‌کند. با این وضع کاهنان معبد هیچگاه اجازه نمیدهند منافع آنها این همه به خطر بیفتد. کدام آیین بهتر از آمون میتواند منافع آنها را تامین کند؟
این هم یکی از راه‌های حفظ پیروان آمون. هر گروهی را باید به طریقی موتی کرد. خلایق بعضی بنده نامند، بعضی بنده مالند و بعضی بنده نان. اما بسیاری از مردم مصر آنان را شناختند و فریب نمی‌خورند. بانو زلیخا گمان می‌کنند که جناب پوتیفار می‌خواهند ارزش‌ها و عظمت مردم مصر را به من بیاموزند. ولی به عکس من می‌خواهم پوشالی بودن و زشتی‌های آیین مردم مصر را به تو نشان دهم. اینجا قصر آمنحتپ سوم، فرمانروای بزرگ سرزمین مصر است. اینها کیستن؟ به نظر مصری نمیاییم. اینها فرستادگان و سفیران کشورهای مختلف هستند که برای حکومت مصر خراج سالیانه آوردند. خراج یعنی چه؟ کشورهایی که زیر سلطه حکومت مصر هستند باید سالیانه بخشی از درآمد و اندوخته خود را به حکومت مصر بپردازند تا ما از آنها در برابر هجوم بیگانگان حمایت کنیم. نمی شود بدون خراج از آنها حمایت کنید؟ اگر این باج و خراج ها نباشند حکومت مصر نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. ما باید از آنها سپاسگزار باشیم. این وحشی ها سواران و قشون معبد آمون هستند. تو اینجا بمان، من میگردم. حرکت کن. باید راه را بر آنان ببندیم. حرکت کن. عالی جناب، چرا راه را بسته اید؟ بگویید راه را باز کنند. اگر بار دیگر موجب اغتشاش در شهر شوید با زبان شمشیر با شما سخن خواهم گفت، نه با زبان تازیانه. دیگر تکرار نشود.
معبد آمون این اهانت را بی پاسخ نخواهد گذاشت. بانخباهو بگویید وحشیگری و افسار گسیختگی سربازان آمون را مهار کند، وگرنه پاسخ سختی از پوتیفار دریافت خواهد کرد. حرکت کن. حرکت کن. سربازان گستاخ معبد آمون باید تنبیه می‌شد. آنها بسیار بی‌پروا و گستاخ شده بودند. من هم میتوانم مثل شما شجاع و قدرتمند شوم؟ چرا که نه؟ اگر اشتیاق داری نزد رودامون برو و تمرین کن. آموختن فنون رزم برای تو ضروری است. عالی جناب بوتیفار اجازه تشرف محضر خدایگان آمنحتپ سوم را دارند. درود بر فرمانروای مقتدر و خداوندگار مردم مصر، فرزند خدایان عالی جناب آمنحتپ. درود بر فرمانده لایق ما جناب بوتیفار عزیز مصر. بوتیفار. بله فرمانروا. تو به تازگی در کارگاه خدایان نبودی؟ جز خداوندگار من جناب آمنحتپ کسی را به کارگاه خدایان راه نیست؟ گفتم شاید خدایان با دست خویش این کودک را سرشته و به تو هدیه کردند. این دردانه چیست؟ مصاحب جدید من است. به تازگی خریدم. مصاحب؟ بوتیفار، تو در زمره کودکان در آمده یا او هم تراز بزرگان است؟ به ظاهر کودک اما بزرگ است. نکته دان و دانا. چگونه دانایی است که هنوز تعظیم کردن به خداوندگار مصر را نیاموخته؟ هنوز فرصت آموختن نیافته فرمانروای من. او را عفو کنید. پسر جان، اسم تو چیست؟ یوسف عالی جناب، اما صاحبان من به زبان مصری یوزارسیف صدایم میکنند. یوسف نامی عبرانی است جناب فرمانروا، یعنی غم‌انگیز، ریشه در تأسف دارد. این چهره را اندوه نباید. یوزارسیف نامی شایسته تر است.
بسیار خوب یوزارسی. بوتیفار مدعی است که تو نکته‌دار. شکوه و عظمت مصر را چگونه می‌بینی؟ اگرچه اظهار فضل در محضر بزرگان دور از ادب است، اما حال که فرمانروا اهم می‌کنند سخن می‌گویم. عظمت و بزرگی مصر برای من حیرت آور است. مرا به یاد کوه‌های بلند و صخره‌های بزرگ می‌اندازد. ولی من فکر می‌کنم که تپه‌ای سرسبز و کوچک بهتر از صخره بزرگی است که علف برای خوردن گوسفندان نداره. به راستی تو قدرت و عظمت مصر را چون کوههای بلند می‌بینی؟ همینطور است عالی جناب. اما اگر قدرت در خدمت محرومان به کار گرفته شود زیباست. آفرین یوزارسی. تو ثابت کردی که ادعای جناب بوتیفار بی‌مورد نیست. این تعظیم دور از شأن جانشین فرمان رواست. کسی که خون خدایان در رگ اوست به بنده خود تعظیم نمی کند. به اراده خودم نبود مادر. ناخودآگاه تحسین مرا برانگیخت. آیا جناب بوتیفار فقط برای معرفی همصحبت خود به اینجا آمدن؟ نه خیر خداوندگار من. به شکایت از خودکامگی و توحش سربازان آمون به خدمت رسیدم. هر روز در گذرگاه‌ها و معابر عمومی قائله به پا می‌کنند. از هیچ قدرتی بیم ندارند و از هیچ قانونی پیروی نمی‌کنند. خودسری را به نهایت رساندند. بیمان دارم که اگر با آنان برخورد نشود بر علیه حکومت مصر دست به اقدام می‌زنند. مخالفت با آمون و کاهنان معبد کفر است. حساب آمون با کاهنان معبد جداست. همانقدر که به آمون معتقدیم در سرکوب کاهنان خودسر و اغتشاشگر باید می‌گذشت باشیم، ولی مایل به برخورد عجولانه نیستم. برای آنها نقشه هایی دارم تا فرصتی مناسب و تصمیمی درست با آنها مدارا کنم. تو باید به خود ببالی یوزارسیف. تا کنون کودکی به زیبایی تو ندیدم. سپاسگزارم عالی جناب. من هم سخاوتمندتر از شما ندیدم. نبردی سخت در پیش داریم. آماده باش.
در ملأ عام در مقابل دیدگان همه با شلاق به سر و صورت من میزد. من اگر جای پوتیفار بودم فرمانده بی مقداری چون تو را میکشتم، ولی او از غفلت من استفاده کرد. اگر قصدش را میدانستم لحظه‌ای مجالش نمیدادم. او حقیرتر از آن است که بخواهد در مقابل من بایستد. بر در خانه‌ای که صاحب خود شیری، اما در برابر پوتیفار روباهی بیش نیستی. لافزنی بس است. بگو چه باید کرد؟ قصه‌ای که در برابر خانه خود پاس می‌کند چه می‌پرسید؟ چه می‌دانم چه باید کرد؟ من تردید ندارم پوتیفار و اربابش هر دو دشمن خدایان مخصوصاً آمون هستند، اما نمیدانم چه باید کرد. معلوم است چه باید کرد. هر دوی آنها باید مجازات شوند، آن هم به سختی. چه کسی میخواهد او را مجازات کند؟ تو یا آن سربازان بی‌مقدارت؟ من اگر سربازان بیشتری داشتم تبس را از لوث وجود او پاک میکردم. تو اگر مرد جنگ بودی امروز نشان میدادی. پوتیفار و اربابش آمنهوتپ هر دو در اوج قدرتند. در صورت بروز جنگ بین معبد و دربار معلوم نیست که ما پیروز شویم. بهتر است فعلا با آنها مدارا کنید تا موقعیت مناسبی پیدا شود. رادان، بله. یک شاگرد مستعد و باهوش. ببینم چه میکنی. میخواهم که او قوی و شجاع باشد. من باید چه کنم جناب پوتیفار؟ جناب پوتیفار میخواهند که شما فنون رزمی به یوزارسیف بیاموزی. شمشیر بازی، تیراندازی، پرتاب نیزه و اسب سواری را به او بیاموز. مطمئن باش که زحمات تو را هدر نخواهد داد. تمام توان خود را در تعلیم او به کار خواهم بست. مطمئن باشید عالی جناب. با من بیا. شمشیر آموزش. این شمشیر است؟ شمشیر کودکان. آن که می‌خواهد شمشیر پولادین به دست بگیرد ابتدا باید شمشیر چوبین را تجربه کند. آماده ای؟ از خودت دفاع کن. آفرین. تو باید مانع اصابت شمشیر من به خود باشی. آفرین. آماده؟ اگر شمشیر بود اکنون شکمت را دریده بودم. اکنون تو بزن. من به شکم شما بزنم؟ آری محکم بزن. دردتان میگیره. دلم راضی نمیشه. آنچه میگویم عمل کن. بزن. بسیار خوب. خودتان خواستید.
جناب پوتیفار تشریف آوردند بانوی من. درود بر خداوندگار من عالی جناب پوتیفار. درود بر بانوی زیبای من زلیخا. اینجا چه میکنی؟ شمشیربازی یوزارسیف را مینگرم. گشت گذار امروز در شهر چگونه بود؟ او باید از نازپروردگی و ناپختگی به در آید. امروز به هنگام عراب رانی و تعقیب سربازان آمون ترسیده بود. شما با سربازان آمون درگیر شدید؟ پادیامون باید تنبیه میشد. پس از درگیری من و یوزارسیف به قصر آمنهوتپ رفتیم. امروز یوزارسیف سرافرازم کرد. او خیلی زیرک و باهوش است. پاسخهای نغز او به سوالهای فرمانروا ستودنی بود. آمنهوتپ رشته ای از مروارید گردن خود را به او هدیه داد و آمنهوتپ جوان هنگام انداختن آن به گردن یوزارسیف ناخودآگاه به او تعظیم کرد. نه، ممکن نیست. همه حاضرین در آن لحظه چون تو در حیرت بودند و آمنهوتپ جوان را منع می‌کردند. من به تو گفته بودم که از اون منافع زیادی به ما خواهد رسید. من فکر میکنم او در بزرگی حکیمی فرزانه و بی‌نظیر شود. من که خیلی امیدوارم.